دوست من سلام، من حسین امیدی هستم، مؤسس و مدرس مرکز تخصصی ماساژ برتر، کارشناس تربیت بدنی و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش. در این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چند تا از تکنیک‌های عارضه دیسک کمر یا کمردرد یا اسپاسم عضلانی. خب تکنیک اول تکنیک گربه شتره. حالت 4 دست و پا میشی، زاویه دست 90 درجه، زاویه پام 90 درجه، یعنی کمربند شانه‌ای و کمربند لگنیتون باید در زاویه 90 درجه باشه. خب ببین حالت شتوری سعی کنین حتما قسمت ستون و فقرات مورای کمریتون رو به حالت قوس 5 ثانیه و حالت گربه. در حالت گربه سرتون باید حتما به جلو نگاه کنه که این زاویه نباشه. 5 ثانیه. این تکنیک رو 10 تا 15 تکرار انجام بدید. خب تکنیک بعدی تکنیک دوچرخه است. شما به پشت میخوابید، سر حتما پایین باشه، دست ها پهلو باشه و به آرامی با شمارش حتما دقت کنید. یه پا در حین دوچرخه زدن باید حتما دراز باشه، صاف. خب این از تکنیک دوم. تکنیک سوم تکنیک چسبوندن زانو و آرنج دست و پای مخالف. یعنی اگر تو این حالت حس کردید اذیت میشین یا وزنتون بالا است و شکمتون اجازه نمیده که این تکنیک رو اجرا کنید، حالت نیمه نشسته یه دست رو ثابت رو زمین نگه میدارین و دونه دونه تکنیک رو اجرا میکنیم. تکنیک بعدی، تکنیک آخر و اصلی ترین تکنیک در تمام بخش‌های پارت 1 2 3 4 حرکت اصلاحی کمر هستش. این تکنیک پاها جفت پاها در حالت خمیده، مچ پای چپ روی زانوی پای راست، یه دست از داخل و یه دست از بیرون پا رو میکشی در حالتی که پشت عضلات همسترینگ و عضلات خانواده گلوتوس کشیدگی حس بشه. اگر در این زاویه دیدین که کشیدگی حس نمیشه، پا رو آوردین بالا، یه مقدار به سمت داخل هدایت میکنیم و اون کشیدگی رو حس کنیم. 20 تا 30 ثانیه و بالعکس. در این تکنیک حتما سر از مفاصل گردن خم بشه به سمت جلو. این از تکنیک‌های پارت اول حرکت‌های اصلاحی کمر. خب ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودین. حتما این تکنیک‌ها رو 30 تا 40 روز انجام بدین. این تکنیک‌های پارت اول برای افرادی هستش که حداقل 2 تا 3 تا دیسکای کمرشون آسیب دیده است یا از درد زیاد کمر رنج میبرن و نمیتونن تکنیک‌های حرفه‌ای‌تر و پیشرفته‌تر رو اجرا کنن. اول از این تکنیک‌ها اجرا میکنن این تکنیک‌ها رو، بعد پله پله بعد از 30 روز تا 40 روز مرحله به مرحله ورزش‌ها عوض میشه و استپ به استپ جلو میریم. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. حتما این اپلیکیشن رو
برای دوستاتون بفرستین. اگر از این اینستاگرام ما رو دنبال میکنین زیر این پست دوستاتون رو تگ کنید و این پست رو برای دوستاتون فوروارد کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا